الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. این روز انشاءالله در چندین موضوعی که از جمله صله رحم و دیگری که هست صحابه‌ای بودن که پیش از اون که اسلام بیارن اون حادثه بالای اونها اومده، از جمله حضرت ابو سفیان که وقتی که این حدیث بسیار قصه دراز هست که در روایت بخاری و مسلم صراحتا ذکر شده هستند. وقتی که اونها به تجارت میرفتن و برمیگشتن، در اون حالت هرقل در اون زمان همونها هرقل یعنی که پادشاه بگیم روم بود، همون حالت در یک چند نفری خودش فرستاد که همون عرب هایی که از طرف مکه به همینجا بگیم تجارت بره میگذرن اونها را گرد آورده بیارید به نزد من چند سوال دارم برای اونها. در اون حالت خی در حقیقت اینها مسلمان نبودن، در اون زمان همون نفرهای قبیله دستگیر بودن، اونها مسلمان نبودن. میتونستن که در حق نبی صلی الله علیه و آله وقتی که اون هرقل پرسید یگان گپی دروغ بگوین، همونی که اونها را به چندین شرط ها گذاشته بود که اگر که دروغگویی اگر که دستگیر کردیم هر آینه تو به قتل میرسی گفته، همین خیلی چندین چیزهای دیگر در برداشت. به هم خاطر اون در اون حالت مسلمان هم که نبودن اونها راست گفتن. یکم که سوال پرسید هرقل ابو سفیان پرسید، گفت که کدام همین 10 نفری که زیادتر یا که بیشتری که مثلا هست در میان شما کدام نفرش به همون مردی که دعوای پیامبری کرده است، مردی که دعوای پیامبری کرده است که نبی صلی الله علیه و آله در نظر دارد همون خویش تورهای همون باشد. این در این حالت ابو سفیان گفت من هستم. گفت پیش بنشین. گفت من چند سوال میتونم به تو، وقتی که تو سوالها را اگر تو جواب دادی راه شما هوی می شود و شما دوام میدهید راه خود را. و اگر که شما یکم دروغ گویی کردید یا اینکه یکم در سوالها خیانت شید، دروغ شید، تهمت شید، اون نفرها که در پشت تو هستن اونها اگر راست باشد کلاش نمی جنبانند، اگر دروغ باشد کلاش اشاره میکنن که دروغ گفته. یعنی که به هر حال همین خیلی چندی شرط بود. به همین خاطر ابو سفیان در اون حالت که مسلمان که نبود راست گپ زد. هرقل پرسید که همون پیامبری که خودش رو پیامبر میگوید اون شما رو به چی دعوت میکند؟ تصور کن نبی صلی الله علیه و آله در بدایت دعوت هاشون علاکه از چی شروع کردن؟ اعبدوا الله وحده. گفت شما الله عبادت کنید با تنهایی، یعنی که الله را یگانه عبادت کنید، با او شرک نیارید. توحید همین میگوین که در حقیقت تمام اهل سنت جماعت با توحید دعوت میکند، نه اینکه یک کس حکم کند به کفر، یک کس به شرک حکم کند و یک کس به بدعت حکم او توحید باشه. توحید اون نیست. اوزی در نزد مردم کدومی که اگر یک کس مشرک بگه، یک کس کافر بگه، یا یک کس بدعتکار بگه، یک کس مثلا فاسق فاجر حکم کنه میگه خیلی موحد میگن. این نیست است. توحید نبی صلی الله علیه و آله دعوت میکرد که چکنید عبادت کنید الله را تنها، یعنی که به یگانگی عبادت کنید الله را، ولا تشرک به شیئا، شرک نکنید به همون چیزی. همین توحید اصل توحید، دعوت توحید نمی است. و دیگر که دعوتی که مثلا که نبی صلی الله علیه و آله دعوتش که ابو سفیان در نزد هرقل قصه کرده است که همین خیلی میگوید ما را میگه که عبادت کنید الله را تنها و شرک نکنید به همون یگان چیزی. و ترکوا ما یقول آباؤکم، ترک کنید آن چیزی که میگن پدرهای شما، یعنی که پدرهای اونها، اون بگیم که مشرکین مکه دعوت میکنن که شما همین عبادت هایی که پدرهای ما کردن ما شما را نصیحت میکنیم که همین عبادت همین سنگ ها و بت ها را ترک نکنید. گفته نبی صلی الله علیه و آله میگه که ترک کنید آن چیزی که پدرهای شما میگن. و یامرنا بالصلاه، ما را امر میکنه به نماز، امر میکنه ما را به نماز و صدق، گفته به راستگویی، دروغ نگوید میگه. و العفاف، و پاکدامنی، و صله، یعنی که به معنی که خویش توارد نقطه شما پیوست باشید و پیوست کنید خودتون رو. تصور کنید که از ضرورت هایی که ما اهمیت نمیتیم در این شب و روز، این خویشاوندان قطعی پیوست بدن و از حال آنها با خبر بدن. و اگر یگان خویش تواری ما خواستن پدر مادری ما اگر بگذار که به اسلام نباشد، از جمله اگر مشرک هم باشد، اون پیوست کردن از چیز امر شریعت است. در قصه ای که حضرت اسما بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما میگد که وقتی که مادرشون پیش آنها بگیم اومدک، اون مشرکه بود. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدن که ما با این چی معامله کنم؟ مادرم راغبتن گفت، یعنی که بسیار گفت که وقتی که حضرت اسما بنت ابوبکر وقتی که اومدن، مادری بگیم که یکی از همسرهای پیامبر حضرت ابوبکر صدیق
در همون حالت چی بوده است؟ مشرکه بوده است. بعضی میگن که این مادری رضاعش بود، بعضی میگن که نه مادری نسبیش بود. در حقیقت نه که از لفظ حدیث آشکار است که مادری حقیقیش بود. همین اومد است گفت و هی راغبتون، گفت این رغبت دارد، یعنی که طمع دارد، یا اینکه یاردم میخواد، یا اینکه میخواد که قطعی ما بماند و مهمانداریش کنیم. افاصل ام گفت آیا گفت پیوست کنم مادرم را که سیل رحمی ما با او بچسبونم؟ گفت که نعم سیل ام کی. گفت نبی صلی الله گفت که چی؟ وقتی که اینها از نبی صلی الله پرسیدن کو، گفت که بله، گفت پیوست کن، گفت مادرت قطعی، یعنی که مادر قطعی خوب رفتاری کن، اکرامش کن، یکون چی بدهش، مثلا که واجب است احسان ده نیکی امرش کردیس است. این روایت بخاری مسلم است. در دیگر روایتی که برای خویشاوندی و برای پیوستی آنها حدیث آمده است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله می‌فرماید هر نفری که بخواهد که اون بگیم که الله در رزقش خویی بیارد و عمر او را درست کند، پس پیوست کند چه رحمش را، یعنی که با خویشاونداش رفتاری خوب کند. این روایت بخاری مسلم است که از حضرت انس روایت می‌کرد که به شکل رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند من احب ای یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. و ینسأ له فی اثره گفتن که اون بگیم عمرش درست کرده شود و اون مهلت داده شود عمرش ده. الله پاک عمر را بگیم برکت میدهد و در عمر درازی میدهد. پس پیوست کنه چی؟ رحمش را. خویشتوار خواستن پدر مادر و دیگر خویشتوارهایی که در دیگر حدیث میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که فلانی قوم میگن آنها دوستای من نیستن میگن، اما میگن آنها که خویشتواری که دارن میگه به ما خویشتواری را چی میکنیم؟ پیوست میکنیم. اگر که آنها نخواهند ما با او خویشتواری میکنیم. گفته حتی غیر مسلمان ها وقتی که خویشاوندان نبی صلی الله علیه و آله با آنها رفتار خوب میکردن، اکرامشان میکردن. امروز مثلا که خویشتوارهای مسلمان ها را فراموش کردیم. اگر یک خویشتواری ما مثلا بگذاریم که یکم کلانتر باشه، یکم وزیر یا که یکم پرزیدنت، یکم چیز باشد، اگر او خویشتوار دوری ما باشه، ما اون رو میشناسیم، جستجو میکنیم، گفتگو میکنیم، میگیم که اون بچه امکی پدری ما هست، میگیم 7 پشت مون باشه اون رو پیدا میکنیم. اما امروز خویشتوارهایی که مثلا شاید مثلا که شرایط خوب ندارن یا اینکه اونها خداوند پاک در رزق اونها کشاده دادگی نیست است، امتحانشون کردگی است، هر آینه ما از اونها میگریزیم و بلکه قطع صله رحم میکنیم. خویشتوارهای نزدیک حتی بیگناهش رفتگی هست. هر کسی که خویشتوارهای چی دورش باشه چی نزدیکش باشه اون بگه از حال اونها به خبر نباشد و از اونها کنده باشد، الله پاک برای صله رحمی میگه که وقتی خلقش گفت هر کسی که ترا پیوست کرد گفت پیوستش میکنم به رحمتم، و هر کسی که ترا کنده کرد از تو و ترا او را کنده کنم از رحمتم راضی هستی؟ گفت که بله. گفت و رحمم گفت که وقتی که هر کسی که پیوست میکنه به تو که به من گفت که من قطعی عمل میکنه که صله رحمی داره با خویشاونداش پیوستش کن. گفت هر کسی گفت عمل نمیکنه به من که من خلق کردی که پیوست نمیکنه به خویشاوندانش او چی کنده کن، گفته الله پاک دوره قبول کرد. یعنی که هر نفری که با خویشاونداش رفتار نمیکند یا که با اونها بد رفتاری میکند، دوست نمیداره اونها را، از چی طرفی که نباشد، مثلا که از جهت چی کدام طرفی که نباشه اونها قطعی بگیم بد رفتاری و بد گفتاری و بگیم که بدی میکند، اون اگر که خیلی انسانی با تقوا باشد اون انسان در شریعت غرا اون انسان بدبخت به حساب میرود. الله پاک این حدیث را شنیدن به اینها عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.